پینار جان درست نفهم، اما میخوام با تو یک تکلیف کنم. مرحمت گوش میکنم. من میخواهم که آخری هفته یک جای به سیر برایم. چی گفتی؟ ها، با خدا خیلی خوب میشود. با کجا میرویم؟ با تپه سفیدورا. حاضر آنجا خیلی زیباست. البته، یعنی اصلا نمیدونم، از این پیش نرفته بودم. در تلویزیون آنجا رو دیده بودم. خیلی جای زیبا. بله همونجا. همه یک جای رویم میگویم. اگر خواهی با مدارت هم خبر ده. پگاه صبح یک جای میرویم. با خدا نمیدونم. یعنی آقای کمال اجازت نمیدهند؟ نه، او دخالت نمی کند. به این هم او کار میکنه، رفته نمیتواند. استبله میبینی صبح برایم آخر. چرا فکر میکنی؟ یعنی با شما باری زیادتی شدن نمیخواهم. این طور نگوی پینار. دیگر این گپ رو من نشنوم. فهمیدی؟ جانی من تانی کنی جانکم بیا. خیر، با اجازت شما ما هم رویم. چرا اینقدر زود میرویم؟ اکنون رویم، دفعه دیگر زیادتر میستیم. مایلش، صبح ساعتی چند شما رو گیرم؟ نباشد من به نزد مادرم میروم. ساعتی 10 در آنجا وا میخوریم. مایلش میشود. خیر، تو بازی. برای همش تشکر. مایلش جانکی من. دیلک پالتوها رو بیار. گرفتی؟ گرفتم. کنی ده؟ ده. کنی به من ده زودتر. ده. نه. بار اول به من کمک کردی. بخیر است. چرا میکوبی گفتم؟ در کجاست؟ مکتوب در کجاست؟ کدام مکتوب؟ من یادم مکتوب رو ندیدم. تو به من کتاب یاردی آوردم. خدا. بیادارو تو چی کار میکنی؟ زودتر سوار شو. آخه تاکسی رو من کنم و این سوار نمیشم. چه تاکسی؟ زود سوار شو. زودتر. راه گرد رفتیم. زودتر. یا او دیوانه است یا من. یعنی دلیل رو به پروکورور سپاریدی؟ کارهای جنایتکاران کشاد و روشن است. با این رو هم اجرا کننده و هم فرمایشگر رو جزا میدی. با فکرم از آن دلیل یگان نسخه برای خودت گرفتی و پروکورور سپاریدم میگویی، اما کی میداند چی میشه؟ در اصل خودت از من بهتر میدونی. البته گرفتم. در یگان جای باوری نو پنهان کردی؟ من همش رو نقص فکر کردم. به این هم کارمون همینه. امیر، تو چرا آمدی یاسمن؟ پدر عروسش است. بله. نمیخواستم که مرا در چنین احوال ببینی یاسمن. پروا نکن، بعد از این دایم همین خلمه نمایی. در مرافعه اولین آزاد میشوم. این دستپانه ها را به من نه و به دیگر کس میپیشاند. عیناً به پدرش مانند است. خودش را فریب داده می‌ایستد. اصلا اجازت نمیدهم که دخترم را فریب دهی. حاضر او را از اینجا راست به خانه هم میبرم. از این پس او با من زندگی میکند. امیر، من همش را میفهمم یاسمن. میلش یک مدت در آنجا مان. بعد از مرافعه آمده تو را میبرم. میلش
mayli. گپ را بسیار کلان نزن شیر بچه. همین طور به خاطرات از اون روز در باغچه چند ساعت انتظار شدی. چه خنک خورده بودی. حالا هم خنک میخوری. نصیب باشد به نزدیکی به نزدت میآیم. مثل آفتابی طلوع کننده تمام حقیقت را برایم عیان می کنند. دردناکم باشند روزیم که با حقیقت روبرو شوم. بگذار این دعاها مرا از آن دام‌های در سر راهم بوده محافظت نمایند.
تشکر زیاد. خانم آسیا. سلام. سلام، خوش آمدید. ما رو ببخشید کمی دورتر انتظارتان شدیم. آخه شما گفتید که هیچ کس نبینید. نه اینش بهتر است. اگر آقای غالب نبینم بهتر می شود. پینار در کجاست؟ پینار در راه بوده است. کمی دیرتر می رسد. پینار است؟ نه مهم نیست. این عربه ویران رو از کجا یافتید؟ اکا اگر نتوانید گوید من به ماشین دیگر نشینم. خانم اگر یگان ماشین دیگر آید با دستان خودم شما را سوار میکنم. میبینید یگان ماشین نمیگذرد آخر. التماس کمی زودتر رانده میتوانید؟ معلش جانم انتظاریم. معلش. تاکسی در راه ویران شده است. یگان ماشین دیگر یافته می آیم میگوید کمی دیگر انتظار میشه. این خیلی نمیشود. آخر با کودک خورد در سری راه خودمون میریم. همین طور. خیر معلش. حاضر با او زنگ زده میرسونم. مرحمت خانم فریده، خوش آمدید. گذارید. مادرم کجاست؟ خانم جانان کجاست؟ مادرتون کمی پیشتر بر اومدند. اپای فریده یاسمار آمم مادر چی شده؟ شما رو تشویش دادم، اما اگر شما نمی اومدید من در راه می موندم. هیچ گپ نی جانکم، ما برای خودت اومدیم. فریده صبح باز به من زنگ می زند. همش دریغ بوده است. حیاتم با دریغ گذشت یاسمن. زنی رو که مادرم میپنداشتم بیگانه بوده است. من حیرانم اپای فریده، در این احوال چی گفتنم رو هم نمیدانم. من خیلی زیق شدم اما حیران نشدم. میفهمید؟ چرا؟ این رو انتظار بودید؟ تا تولد شدنی فرزندانم نمیفهمیدم. وقتی
وقتی که زن مزه مهر فرزند رو می چشد مهر ساخته رو حس می کرده است. من بیگانه بودنش رو حس می کردم، حتی وقتی که مرا در آغوش گرفته می بوسید. اما من از کجا می دانستم؟ این در گوشه خیالم هم نبود. معلوم می شود که پدری و گویتان می دانستند و آن مکتوب رو نوشتند. با فکرم در جنازه به دست پناه رفتیده است. نمیدونم، اما برای این جواب می دهد. این دفعه از حد گذراند. تپایی که حالا می رویم کمی پست است. دفعه آینده با کوی بلندتر می رویم. در اونجا یک تعطیلی خوبی می کنیم. قسمت انشالله. جانم قسمت نپرت آخر. یک نقشه آماده کرده تعطیلی چند روزه می گذرونیم. همین طور نیه پینور؟ بله. فریده باز زنگ می زند. تلفنت رو خاموش کن و به آن نگاه نکن. ما چی کار میکنیم؟ آن طرفش رو بعد فکر میکنیم. مایلش. دخترم شما کجا شدید؟ چه واقع شد؟ مگر خانه از دور رو همه خالی میگذارن؟ کلی نیست. پینور هم به کجای برآمده رفت؟ با کجا رفته است؟ از کجا دانم؟ صبح بر وقت رفت. حتی نپرسید که این زن چه حال دارد. کنی بیا گذر. چرا در نزدیک در ایستاده ای؟ نه من نمیدرایم. فریده دخترم اقلا تو این طور نکنید. نه نمیدرایم گفتم. پسرم رو دعای بد کردید ها؟ برای او خوشبختی رو روا ندیدید. مادرت اکا تو هماتون. خانم نباید. بیچاره دختر برای شما خواتیر شده آمده است. با خاک خونک روم. انشالله آنها هم سزای کارهای در حق پسرم کرده اشان رو میگیرن. فریده را دخترم. خانم نباید. ما هم بذاریم. کنی بیوید بدرون درویم. خاله اوسیا ما رو با کجا آورده است؟ چه؟ معقول شد؟ چرا معقول نشود خانم اوسیا؟ من خرسندم. پایان رو هم انا بین جانکم. انا بین. خوب شد که اومدیم. در اینجا اکنون روی فریده رو میبینیم نه کمابا. باوری دارم که پسندتون میآید. ای انا جانکم. بینی شو جانم. یک طرف ایستاده. آقای کمال نیست. بله با فکرم کمال است. آقای کمال.
اپای فریده، برای یگان راه دیگرش یافتن جستجو کردم، اما چنانه که گفتم از پروکرور اجازه گرفتن لازم. اما اگر خواهید در یک شرکت مبلی رفیقم کار میکند، با او زنگ میزنم. او نه سلیم، تشکر. اگر نشود هیچ گپ نه. برای کوشش هایت تشکر. در زنگ زده است انیق به خونه هم می رود. و کجا رفتن را گفتی؟ از تو یکون چیز پرسید؟ نه دیوانم که میگویم جانم. هیچ کس در کجا بودنم را نمیدوند. خواطر نشون. خیر میلش، دیگر چاره ای نیست. بیا خوبش استراحتمان رو ویران نکنیم. همین طور. یکون چیز نگرفتید؟ شما را انتظار شدیم. اوه کمو. تشکر. اینش با شما، این گلکم با شما، اینش با شما. مرحمت. با خدا لیجوانی آدم رو گرسنه میکردم. مینش گیری او چی کار میکند؟ آفرین کامو، آفرین. تشکر دوستان، تشکر در خدمت.
آقای کمال خیلی وقت باز اینطور خرسندی نکرده بودم. شما هنرمند بوده این هیچ چیز نی خانم است. من چی هنرهایی ندارم خانم. نه خواه. آی جزدانم، از هیجان جزدانم رو در درون فراموش کردم. من مادر شما زحمت نکشید، من زود رفتم میارم. مایلش دیجوزو تلفنت رو میبرداری برای کارهای کردر جواب بدی. تلفنت رو میبرداری. به مهمان خانه سفید دارد بیا صحبت میکنیم. با من اجازت. های با کجا؟ با لیژرانی. کمال بس تقنیم خودت رو شرمنده کردی. گل لیژرانی رو میذاری باشد مثل کودک اغربی کرده میسن. این طور نگوی جانکم، این دفعه با تمکینم از اسباب‌های لیژرانی خودم استفاده میبرم. حالا میبینی با من فخر میکنی. کمال رو بکنیم. من هم با لیژرانی میروم. مایلش من رفتم. با این آدم چیکار میکنیم؟ جناب شما چیکار میکنید؟ در اینجا با این احوال رفتن نمیتونه. من روم در تماشا کن. چیکار میکنند؟ شرمندگی. رو دیدید؟ باز کارش رو کرد. خیلی خنده آور. از باب لیژرانی گفتهاش مگر همین است؟ پلنگی بریفی کمال. آدمی عجیب است. خیر من رفته پسرم رو بینم. اگر خواهی من هم میروم. مایلش تو بازید مادر جان.
فریده انتظار نبودید؟ فریده تو در اینجا چیکار میکنی؟ چی بودن این رو با من میفهمونید؟ این چیست؟ کنی با من ده. ای خدا دخترم فریده، یعنی از سحر باز تو با من برای همین زن میزدی؟ به این مکتوب کی باور میکنه؟ یا اینکه تو به این مکتوب باور کردی فریده؟ التماس نگوی که باور کردم. فریده اگر تو به همین باور کرده باشی چی کار میکنید؟ وقت میشوید؟ قهر میکنید؟ چرا؟ من با شما کی میشوم؟ هیچ کس. فریده جان بیا کمی سر نموده صحبت میکنیم. رفتیم. من به هیچ کجا نمیروم. اکنون وقتش رسید. انتظار نمیشوم. با همه سوالهای دادم جواب میدهید. با من گویید مادر من کیست؟ شما را دوست داشته است. نخواد. اما شما به این میارزید. چنان زیبا هستید که نگاههایتان ایستادنتان شما از دیگران فرق میکنید. دلی کس را به وجه میارید. گویا من شما را سالها باز میشناسم. راست میگویی پینور. خیلی خرسندم که چون این فکر میکنی. در اصل من هم این رو حس میکنم. نخواد. حتی وقتی که باری اول تو رو دیدم میدونی چی فکر کردم؟ گویت برایم خیلی عجیب است. خود به خود گفتم که کاش که دخترم میبودی. راضی میشدی؟ باوری دارم شما مادری مهربانی میشدید. بیا. حتی کودک به این گپایتان باور نمیکنم. باری آخر میپرسم مادری من کیست؟ فریده تو از من حقیقت رو پرسیدی، من هم به تو گفتم. نصف شب تو رو در نزد درم گذاشتم، من باشم گرفته تو رو کلون کردم، کاری بد کردم. جواب خوبی هایم همین است فریده. مادرم رو نجستید؟ با پلیس زنگ زدن هم با حقیقتون نامد. در حالی که آدم وقتی که یک گربه رو میوبه در حال صاحبش رو میجوید. در نزدتون همین قدر داشتم. اگر در نزدم قدر نمی داشتید تو رو مگر کلون میکردم فریده؟ کودکی رو که مادرش پرتاف من صاحبی کردم. برای پول در مکتوب نوشته شده است، نخواندید؟ برای پول شده مرا از مادرم جدا نمودید. لیکن من بی عقل باز آمده از شما پرسیده ایستادم. باید اول با شما پول پیشنهاد میکردم، باید با شما پول میدادم. گپت رو دونستم فریده. این برای شما کم است. از امتیازش رو شنیدن نخواهید، همه چیز رو نقل کرده این بحث رو به آخر رسانید و بعد نه شما به من زنگ زنید و نه من به شما. بیاید بچه ها، بیاید یک مراسم بیاید. البته دخترم یه پول سخنات اثر ندارد. این رفتارت به من هیچ پسند نامد فریده. ما چیکار میکنه؟ بیشتم داری؟ دارم. بلده تقاره رو به تو میگیرم. نباید در کجا فایده به دست دارد. از جانم سیر شدم فریده. خواهش میکنم از این جورم یک چیز رو ندونسته تو اومد نکن، مرا نرنجون. بیا بس کن فریده. و من یکون کس پول نداده ندونسته گپ نزن. ایرون از روی دشمنی از این کارو با من کرد، برای آن که او رو ترک کردم. با این رو از من انتقامش رو گرفت. به هیچ کجا نمیروم. تا سراغ رو نگویید، درباره کودکیم به من نقل نکنید. به هیچ کجا نمیروم. شما چنان خوش معامله اید که کس از صحبت کردن با شما حلاوت میبرد. اینطور باشد من و تو به بیرون نمی رویم. ببین کودک رو هم خواب برده است. همینجا نشسته صحبت میکنیم.
مادرم در بیرون تنهاست. میدونید او تنها زیغ میشود. نه خود زیغ شود، آقای کمال هم روحش است. چی پینور، تو با آقای کمال چطور شناس شدی؟ یعنی با روزگی خودت؟ به صاحبی دشوار است خانم موسیه. پدرم کارها وفات نمودند. اکم باشد مادرم به شما نگفتند. یک آواره‌گرد است. من باشم نخواستم که مادرم عذاب کشد. فکر کردم که اگر خانه‌دار شوم به مادرم کمک میکنم. لیکن مثل خواسته‌ات نشدن اینطور نه؟ احوالمان رو خودتان دیدید. میدونی خودت رو حیف نمودی. کاش بر وقت‌تر با تو شناس میشدیم. در اصل حالا هم دیر نشده است. از او خلاص شدن میخواهم. من میکشم. سرمان در کجاست؟ چه شد آقای کمال؟ زود باشد خانم آسیه، زود باشد. تا اون اودسه بعد نه، در پایان خوراک داده ایستادند. برای همه بی پول است. همه گریفته ایستادند. جای زود رفته گیریم، وگرنه در اینجا از گرسنگی میمیریم. آخر کودک خواب است. اشکال نیست، من برای او نیز میگیرم. میگویم کودک ما خواب است، از سحر باز هیچ چیز نخورده است. رفتیم. هایم اومدم. التماس مرا در نزد آنها شرمنده نکن. تو حالا به خانه‌ات برگرد. وقتی که من رفتم بعد با حضور نشسته صحبت میکنیم. من به شما گفتم اگر نفهمیده باشید باری دیگر میگویم. به هیچ کجا نمیروم. شرمنده میشوید یا نمیشوید به من فرق ندارد. من همه چیز رو دانستم میخواهم. مرحمت. گفتنی هم که کودک را تنها گذاشتیم. اقلا رفته و پیش خدمت خبر دهیم. آخر جانکم حالا وقتی این نیست. از خوراک دیر میمونیم. زود رفته خوراک خورده میاییم. من برای پسرم هم میارم. آقای کمال پینور راست میگوید. بیایید به اتاقمان روید. راه کرد. گوش کن جانم را بانو که بینیم آورده. 1 ساعت باز طاقت نمودم. بس از اکنون با من گوش کن. از اینجا رو تو مرا هیچ نمیفهمی. اگر گوش نکنم چی میشود؟ چی کار میکنید؟ بس کن فریده. تو را با چی عذاب کلام کردم تو این را فراموش کردی؟ اینقدر کور نمک بوده ای. از اینجا برآمده رم. تو دیدن نمیخوام. نمیفهمی فریده. دیگر با من زنگ نزن. من با تو کار ندارم. از غرغورت بیزار شدم. رو از نظرم مرا فراموش کن. تو چی نمیفهمی؟ تو را دیدن نمیخواهم. به احوال من نگر. کمیسر امیر در حبسخانه میگردد. اگر آدمان دستگیر کرده مرا بینم چی میگوید؟ نمیپرسم که حق میگفتی و عدالت میگفتی. خودت در اینجا چیکار میکنی؟ وای بی من، چنان ترسیدم که چشمانم هیچ چیز رو نمیدیدم، حتی تو رو. زیغ نشو شرف. از پس این کار کسی دیگری هست. تو را تنها استفاده بردند. مقصدشان مرا از بین بردن است. پروا نکن، هیچ کار کردن نمیتوانم. پس از 2 روز مرافعه برپا میگردد. هر دویمان هم آنجا میبرد.
آدم دیگر شرف همین آدم از بالای تو شکایت نکرده بود مگر؟ خودی اوست. یکی از اون رد بزنیم هرچی گوش میگم شما باز بار نگم. شرف آرام باش، یه خط زد نکن. زنابلا کی تو رو دستگیر کرد؟ گبزن میگویم چرا حیاتی ما رو سوزاندی؟ اگر گبزن همه رو میکشند کی تو رو میکشد؟ جواب ده. نزیل گبزن میگویم. در اینجا چیکار میکنید؟ کی هستید؟ کنی به حجرتون روید. روید گفتم. روید. من به تو نشان میدهم. حالا میبینی. شد برای حال پرسیت آمدند. مناسبتتان چه خیلی است؟ بعد همش خوب می شود. نیست روزی شد حالو هم نبر اومدم. دخترم قریبی سحر خواب میکنی، از خواب سیر نشده چطور کار میکنی؟ 2 روز دم نمیگیرم، نخورده و خواب نکرده کار میکنم. تو چی کار میکنی؟ شرف رو آزاد نموده به نزد من میآورد. تو کی به این کار دست زدی؟ عاقبت من بخیر باشد. خیر میلش من رفتم. گفتی من از کجا میدونم که او از کجا فهمیده است؟ از غضب مثل دیوانه ها شده بود. او را چی فرستادی؟ خودم نمیدونم، از دهانم چیزی که برآمد به او گفتم. کاری خوب کردی. هیچ نباشد یک چند روز ناراحت نمیکند. چشم یک چند روز پینار؟ از این پس باید دیگر اصلا ما را ناراحت نکند. گوش کن، من یک نقشه دارم. چه کاری که میکنی کن، اما باید یک چند روز در خانه آسیه بمانی. این خیلی میشود مگر؟ تو پروا نکن، من یگان راهش را یافته تو رو به خانه خانم آسیه میفرستم. فهمو؟ تو باشی از این فرصت خوب استفاده میبری. کاری کرده فریده را از آن خانه پیش میکنی. میآیند. همه چی تو موده است؟ البته شما را این رفت. خوب کرده که آمدی. برات خاطر شدم. خواستم از احوالت خبر شوم. راننده که از والای اکرم شکایت کرده همینجاست. با او گپ زدی؟ نه حالا نه. لیکن تا روزی سود من یک بلا کرده با او گپ بزنم. امیر، تو با من نه تنها همکار بلکه رفیقم هستی. نمیخوام که به سرت یگان بلا آید. من همه چیز رو به نظر گرفتم گذره. خودت میگفتی که از پسش بچه کسی دیگری هست. حتما او رو در اونجا مفیدت میکند. امیر، 2 روزی سود یک چند روزی دیگر مانده است. مادام که در وقت دلیل یافت از کم دیگر صبر کن. این دختر کجا شد؟ گفت هایی شنیده همون راستند. آن آدم گفت نزده است، همین طور نه؟ بله،
لیکن امیر هرگز او را به حالش نمیگذارد. ما هم او را به حالش نمیگذاریم. از تک زمین هم باشد پیدا میکنیم. از من چی میخواهید؟ شما کیستید؟ از روی شنیده همان در دستت نوارهای مهمی بوده است. نوارهای جنایی. ثانیه به ثانیه به نوار گرفته. در دست من یگان نوار نیست. راست میگویی؟ این طور باشد این چیز؟ شما چطور این رو از دست دوستون گرفتید؟ از دستی ما هم کار می‌آید جانکم. برای همین حشت را به سرت گرفته و سوالهای داده همان پاسخ دهیم. بلا باشد به ما گوی نسخه این رو داری یا نه؟ خدا جزایتون رو دهد. کم زنم نسخه این در کجا؟ ندارم. تنها یک تا بود در دست دوستون که اون رو شما گرفتید. معلوم می شود که کارم با تو دوام دارد. هیچ گپ نه. بگذار خواستی تو شود. کاغذ را بیار. اول به این امضا میگذاری و بعد تلفن را گرفته به خونه اتون زنگ میزنی که کارم خیلی زیاد است. یک چند روز اومده نمیتوانم میگویی. اگر یکم کاری خطا کنی تو را میکشم. دانسته باش. نمیکنم. از دو دست نمیکشم. مرده ها موکلشان را حمایه نمیکنن خانم. یا تو دست نکشی یا ما یکان رای دیگرش رو میرویم. تشکر. ما هم فرامده یک هوایی تازه گیریم. وای 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 بین ها نگرید فرشته های آسمانی. آقای کمال این گونه سخن رو از کجا میاری؟ آقای کمال دلم بیوزور میشود. زحمت نشود رفته از مغازه یکون چیزی سیر نمک میاری؟ بله میارم اما فرشت ای بس تو پیر رفته بر روننده گوید هرچی که گیرید و پرداخت میکنه. پینار راننده پرداخت میکرده است. یکان چیزی دیگر لازم است. شکر، روغن، بیج، مکرون هر چیزی که تمام شده باشد میگیری. رو هرچی میخوایی بلیستن گیر. چشمی گروتن در اون کلو. تمام. برادر ابروی من میروی. با شوهرت گفتی که در خونه من نیست؟ نه مادر جان حالا هم نگفتم. برای چی نگفتی؟ من تو رو با اون خونه خنک نمیفرستم پینار. آخه چیکار کنم مادر جان؟ کمال به خونه آقای غالب رفتن نمیموند. با من فرق ندارد. اول مبلغ برق رو میپردازد، هیزم و انگشت میخرد، بعد من اجازت میدیم که تو رو برد. روز گفتم خانم آسیه او جوان است نمیفهمد. البته روز میگوید. مادرت روز میگوید پینور جان. فکری خودت رو نکن، فکری کودک رو کن. گفتنی هم که شاید پینار در خونه من میستد مادامی که آقای کمال رشک میکند همراه من میستد. چی گفتی؟ نمیدونم. پینار تو چی میگویی؟ به خدا چی گفتنم رو نمیدونم. شما رو باز ناراحت نکنی میگویم. این گپ رو نگوی. خیلی که گفتم همراه من میستی. تمام. اما با همین قدر بود. چیکار کنم؟ سلام فریده. خوش آمدید. مهمان آوردم. جز آنها رو گیر دخترم. بذارید. بطر اون دارید. کمک کودک رو گیر.
گوش کنید. خانم پینور مهمانی آبرومندی من است. یک چند روز اینجا مهمان می شود. یگان کمبودی نشود، وگرنه شما رو از کار پیش می کنم. اما تو باشی رفته خوراک شام رو تیار. پینور جون، اگر خواهی به حمام رفته و بازی کن. و خدا راست میگوید. و باز اگر لباس هایی در جز دانم بوده را میشه. مایلش فریده، تو لباس ها رو شسته در جمع کن دخترم. مایلش دیلگ اتاق خوابت رو به تو نشان میدهد. من باشم خریدین رو نگاه میکنم. مایلش خیلی خوب میشود. بیا باز بیچونم جونم. چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ کنی بیا اونجا رفته میشی. اونجا رفته. یعنی یک کمی نموده گم نمیزنی ها؟ چند بار به شما گویم چرا نمیفهمید در دستم نسخه‌اش رو ندارم؟ بگذار باشد، من تو را آگاه نمودم. خانواده، جای کار، خلاص همه جا را کابید. و باز آیلش را هم پرسید خبر دارد یا نه؟ نه نروید، به خانه همون نروید. یکی موست بابا هم دست نرسونید. خودت مرا مجبور کردی خانم فقط. زود از پسی کار شوید. مایلش استید. میگویم در کجا بودنش رو میگویم، لیکن بابا هم دست نرسونید. الان خیر، در آخر هم دیگر را فهمیدیم. پینور همینجاست. چرا آمده؟ نمیدونم. شناسی خانم آسیه بوده است. یک چند روز در همینجا میماند. وقتی که او را دیدید رویتان رو گردانید. یکون چیز پرسد جواب ندهید. حتی یک کلمه هم با او گپ نزنید. فهمیدید؟ فهمیده.